با نام و یاد خداوند بزرگ. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان. خوشحال هستم که خداوند این توفیق رو به من داد که مجددا در ادامه ویدیوی قبلیم در واقع در خدمت شما باشم. پوزش می‌طلبم بابت تأخیر و خیلی متشکرم بابت استقبال شما عزیزان از ویدیویی که براتون گذاشته بودم و از اینکه درخواست کرده بودید. واقعیتش درخواست شما خیلی به من انگیزه داد که من کار رو ادامه بدم و واقعا پوزش می‌طلبم اگر تأخیر طولانی رو داشتم. انشالله تلاش خواهم کرد که بتونم با پیوستگی و با تلاش بیشتری در واقع کار رو ادامه بدم و آن چیزی که مد نظرم هستش رو به شما عزیزان ارائه بدم. از اینکه لایک میکنید، شیر میکنید و سابسکرایب میکنید بی نهایت متشکر هستم. در واقع سابسکرایب های شما و لایک شما به من این انگیزه رو میده که کار رو ادامه بدم و امیدوار هستم که بتونید ویدیو رو با دوستانی که به در واقع یادگیری انواع مطالعات و اپیدمیولوژی و کلا تحقیق در مخصوصا در حوزه علوم پزشکی علاقه‌مند هستن، امیدوارم ویدیو رو با اونها هم شیر بکنید، چرا که هدف من این هستش که شما عزیزان در نهایت بتونید خودتون بدون وابستگی به در واقع افراد خارجی پروپوزال طراحی کنید، بنویسید، مطالعه اجرا بکنید و در نهایت بتونید مقاله بنویسید. من تلاشم رو میکنم که انشالله تجارب شخصی خودم رو در اختیار شما عزیزان قرار بدم. خب دوستان، اگر خاطرتون در واقع باشه ما جلسه پیش در واقع صحبت کردیم راجع به ابتداً یه مقدمی رو راجع به اپیدمیولوژی گفتیم، تعریف اپیدمیولوژی رو گفتیم که علم اپیدمیولوژی معتقد هستش که هیچ بیماری، هیچ حادثه و هیچ اتفاقی تصادفی در واقع رخ نمیده و پشت سر در واقع همه اینها یک علتهایی وجود داره. اهداف علم اپیدمیولوژی رو براتون توضیح دادیم و بعدش انواع مطالعات اپیدمیولوژی رو خدمتتون در واقع معرفی کردیم. امروز در این جلسه انشاءالله از انواع مطالعات رو ادامه میدیم و از اونها براتون قصد دارم که مطالعات در واقع دیسکریپتیو رو براتون توضیح بدم. خب اگه خاطرتون باشه ما در جلسه پیش صحبت کردیم، گفتیم که در واقع ما دو دسته مطالعات داریم. مطالعات ما یا observational هستند یا experimentalن. observational یعنی مشاهده‌ای، یعنی صرفا شما به عنوان محقق و به عنوان پژوهشگر صرفا میرید در واقع یک رویدادی رو یا یک رخدادی رو مشاهده میکنید که حالا امروز بیشتر راجع بهش صحبت میکنم. اما توی مطالعات اکسپریمنتال یا تجربی شما میرید یک مداخله میکنید، یک اینترونشنی رو انجام میدید که حالا در واقع انشاءالله تو ویدیوهای بعدی من بیشتر راجع به اینا صحبت خواهم کرد. خب ببینید، اگه خاطرتون باشه جلسه پیش صحبت کردیم، گفتیم خود مطالعات مشاهده‌ای دو دسته هستن. اینا یا توصیفیان یا تحلیلیان که و حالا انواع مطالعات تجربی رو براتون نام بردم. منتها امروز من صرفا میخوام راجع به مطالعات توصیفی صحبت بکنم. ببینید دوستان دقت بکنید، این مطالعات توصیفی که ظاهرا شاید فکر بکنید خب خیلی مهم نیست، خیلی اهمیت داره و یه جورایی نه تنها خودش میتونه مطالعه باشه، نه تنها به تنهایی میتونید از این قسمت کمک بگیرید که فقط برای مثلا یه کار توصیفی رو طراحی بکنید، تبدیلش بکنید به یه مقاله و یه مطالعه خوب، بلکه پایه و اساس خیلی از مطالعات دیگه هم هستش. یعنی شما اگه توصیفی رو خوب یاد نگیرید، پایه مطالعات بعدی رو هم یاد نگرفتید. پس پایه و بنیان در واقع مطالعات دیگه هم محسوب میشه و اهمیت داره که اون رو هم بلد باشید. حالا انواع مطالعات رو هم براتون من گذاشتم ولی این جلسه راجع بهش صحبت نخواهیم کرد و بیشتر تمرکز ما این جلسه روی مطالعات دیسکریپتیو هستش که پایه و بنیان خیلی از مطالعات دیگه هستش، ضمن که خودش هم میتونه یک مطالعه باشه. خب دوستان باز هم ازتون خواهش میکنم که لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. خب بریم
صحبت بکنیم راجع به مطالعات در واقع ابزرویشنال. چون در واقع دیسکریپتیو ها زیر مجموعه ابزرویشنال ها هستن، اول بیام بگم مثلا ابزرویشنال یعنی چی. همونطور که در ابتدای ویدیو هم براتون گفتم، ببینید و تو این عکس هم میبینید، اگه دقت بکنید اینجا نوشته when the researcher observes behavior in a natural real life settings، یعنی وقتی که یه محققی فقط داره یک بیهیویری رو توی یک ستینگ نچرال و توی یک ستینگ واقعی داره فقط ابزرو میکنه، مطالعات چیه؟ ابزرویشناله. شما توی مطالعات ابزرویشنال یا مشاهده‌ای هیچ کاری و هیچ مداخله‌ای رو انجام نمیدید، شما صرفاً میرید ابزرو میکنید و مشاهده میکنید. خب ببینید دوستان، پس ما توی مطالعات ابزرویشنال به عنوان محقق، به عنوان ریسرچر و پژوهشگر فقط وقایع رو مشاهده میکنیم و یا اینکه نهایتش علاوه بر مشاهده میایم اینا رو هم تحلیل میکنیم. شما پس وقتی دارید یک مطالعه ابزرویشنال انجام میدید، مطالعه مشاهده‌ای، میرید یک واقعه رو، یک رویدادی رو میبینید، یا این رو توصیف میکنید یا اینکه علاوه بر توصیف تحلیل هم میکنید. خب که اگه توصیف کردید صرفا میشه توصیفی، اگه علاوه بر توصیف تحلیل هم کردید میشه تحلیلی، که توی در واقع قسمت ابتدای ویدیو هم عرض کردم خدمتون، اینا یا در واقع توصیفی هستن یا تحلیلی هستن که ما امروز میخوایم راجع به توصیفی ها صحبت بکنیم. پس توی مطالعات ابزرویشنال دقت کنید دوستان، ما روی افراد مورد مطالعه هیچ مداخله انجام نمیدیم. ما متغیرایی که میخوایم راجبشون صحبت کنیم رو بررسی میکنیم و اندازه‌گیری میکنیم، اما روش هیچ تأثیری نمیگذاریم و صرفاً فقط میایم چیکار میکنیم؟ اندازه‌گیری میکنیم، بررسی میکنیم، مشاهده میکنیم یا ممکنه تحلیلش بکنیم، اما دیگه هیچ مداخله‌ای نمیکنیم، کم و زیادش نمیکنیم، دستکاری نمیکنیم. وقتی مطالعتون اینجوری باشه در واقع مطالعه شما ابزرویشناله. اگه اومدید صرفاً توصیفش کردید، اون چیزی رو که دیدید گزارش کردید، گفتید مثلا فرض دارم میگم خب من دو گروه، همون مثالی که اینجا در واقع میبینید، دو گروه در واقع افراد رو مطالعه کردم، یه گروه دیابت داشتن، یه گروه سالم بودن، فشار خون تو دیابتی‌ها اینقدر بوده، تو سالم‌ها اینقدر بوده. اگه اینجوری بیاید فقط صحبت بکنید و در واقع توصیفش بکنید، یه مطالعه توصیفی میشه و بعد بگید احتمالاً، بعد بگید مثلا توی دیابتی‌ها که فشار خون مثلا بیشتر بوده، فرض دارم میگم وضعیت اقتصادیشون بد بوده، نمیدونم مشکلات ژنتیکی داشتن، بیس ژنتیکی داشتن، فلان فلان، بگید احتمالش از ژنتیک تاثیر داشته، احتمالش از تغذیه تاثیر داره و آخرش یک سری فرضیه ها رو مطرح کنید، دیسکریپتیوه. اما اگه بیاید تحلیلش هم بکنید، یعنی به هم ربطش هم بدید، آنالیز هم روش انجام بدید، در واقع اون وقت میشه تحلیلی، که ما امروز فقط میخوایم توصیفیشو برای شما توضیح بدیم بچه‌ها و در واقع نمیخوایم راجع به تحلیلی صحبت بکنیم. پس دوستان یادتون باشه که مطالعات ابزرویشنال چه توصیفی چه تحلیلی مطالعات غیر تجربی هستن. اینا ابزرویشنالن. چرا؟ چون شما هیچ اینترونشنی رو انجام نمیدید. شما در واقع یادتون باشه که توی یک محیطی که در کنترل شما نیست میرید در واقع فقط میبینید. شما ممکنه برید یه گروهی رو که دارن درمان میگیرن یا گروهی رو که با یک عامل خاصی مواجهه دارن، با یک ریسک فاکتور خاصی مواجهه دارن رو ببینید و بعد بیاید اینا رو توصیف یا تحلیل بکنید. در این صورت ما میگیم مطالعتون ابزرویشناله. شما این افرادی که میبینید رو ممکنه توی 3 حالت ببینید، یعنی در 3 حالت و در 3 بازه زمانی ممکنه اینا رو ابزرو بکنید. ممکنه همین الان توی مقطع زمانی الان، مثلا توی این ماه، تو این سال در واقع بیاید اینا رو ببینید که میشه کارنتلی. ممکنه برید یه گروه افراد رو بگیرید، از الان شروع کنید تا چندین سال یا حتی چندین دهه در واقع اینا رو چیکار بکنید؟ ابزرو بکنید. میشه پراسپکتیو یا آینده نگر. یا ممکنه یه گروهی از افراد رو بیاید ابزرو بکنید ولی به شکل گذشته نگر، یعنی برید ببینید در گذشته وضعیتشون چه جوری بوده. باز هم شما هیچ مداخله‌ای نکردید و یک مطالعه
رترسپکتیو و در واقع ابزرویشنال هستش. منتها اینکه آیا توصیفی یا تحلیلی اینشو بذارید بعداً براتون بیشتر باز کنم. خب پس در واقع ما الان میخوایم همه اینایی که براتون گفتم مطالعات ابزرویشنال بود که خود ابزرویشنال دوتا هستن، یا توصیفی یا تحلیلی هستن، که من امروز فقط خود توصیفی رو توضیح میدم و راجع به خدمتون عرض بکنم انواعشون نمیخوام صحبت بکنم، فقط میخوام بگم توصیفی چیه و چه ابعادی داره و بعداً توی ویدیوهای بعدی انواعش رو برای شما باز خواهم کرد. خب ببینید دوستان، مطالعات توصیفی که یکی از انواع مطالعات مشاهده‌ای هستن، دسته‌ای از مطالعات هستن که میرن یه گروه از افراد رو توی جامعه میبینن. حالا ممکنه همیشه هم اون افراد جامعه انسانی نباشه، ممکنه مطالعه شما مثلا روی یه گروهی از مثلا جانوران، مثلا فرض کنید حیوانات آزمایشگاهی مثل موش آزمایشگاهی باشه، فرقی نمی‌کنه. شما میرید مثلا یک رویدادی رو توی اون جامعه مورد مطالعتون، حالا میخواد انسان باشه یا هر در واقع گروه اون جامعه مورد مطالعتون، میخواد انسان باشه، حیوان باشه یا حتی ممکنه گیاه باشه، فرقی نمیکنه. شما میرید یک رویدادی رو یا رخداد یک بیماری رو یا وضعیتی که دارن رو توصیف میکنید، صرفا میایید توصیف میکنید و توصیفی که در واقع شما برای این گروه انجام میدید بر حسب 3 بعد شخص، مکان و زمان میتونه انجام بگیره. و یادتون باشه که تو مطالعات توصیفی شما دیگه به علیت و چگونگی رخداد اون رویداد یا اون بیماری یا اون وضعیت نمیپردازید، به علیت توجهی نمی‌کنید. تنها کاری که می‌کنید اینه که بعد از اینکه توصیف کردید اون وضعیت رو بر حسب شخص، مکان یا زمان که حالا براتون توضیح خواهم داد، میاد آخرش فرضیه تولید می‌کنید. میگید خب این وضعیتی که من توی این جامعه مورد مطالعه‌ام دیدم بر حسب شخص، بر حسب مکان یا بر حسب زمان اینطور بود. احتمالاً این ربط داره به این بیماری، احتمالاً این وضعیت مکانی ربط داره به مثلا دارم میگم افزایش بیماری یا کاهش بیماری، هر چی. یعنی شما بر آخر مطالعه توصیفی میاد چیکار میکنی؟ فرضیه سازی میکنی و شما در مطالعات توصیفی به سوالات چه کسی، در چه محلی، در چه زمانی در واقع میاد چیکار میکنید؟ پاسخ میدید. خب پس همونطور که عرض کردم مطالعات دیسکریپتیو توصیف میکنن رخداد یک بیماری رو یا رویداد یک حادثه رو یا یک وضعیتی رو توصیف میکنن و 3 بعد شما میتونید از 3 بعد بیاید چیکار کنید؟ اینو توصیف کنید. میتونید بر حسب شخص بیاید توصیف کنید، بر حسب مکان و زمان، که ما یکی یکی اینا رو برای شما توضیح میدم. ببینید اگه بر حسب شخص باشه شما ممکنه بر حسب یکی از این متغیرها بیایید در واقع اون گروه یا اون جامعه مورد مطالعتون رو توصیف کنید، بر حسب سن، جنس، نژاد، شغل، طبقه اقتصادی اجتماعی، وضعیت تحول، مذهب، سن ازدواج و در واقع رفع یا ممکنه بیهیویر و به غیر از این متغیرهایی که من گذاشتم اینجا ممکنه متغیرهای دیگه هم مد نظر شما باشه. هر متغیری که مربوط به اون شخص باشه رو شما میتونید توی بعد پرسن در نظر بگیرید. ببینید اینکه کدوم متغیرها رو بررسی بکنید این بستگی به اون هدف مطالعه‌تون داره یا بستگی به اون مشکل یا اون وضعیتی داره که میخواید توصیف بکنید. یه وقتی هست شما دیابت دارید بررسی میکنید، طبق مطالعات قبلی که بررسی کردید دیدید که مثلا یه تعدادی از این متغیرهای شخص که من اینجا توضیح دادم مهمه، پس میاد اینا رو چیکار میکنید؟ توصیف میکنید. یه وقتی حتی ممکنه یه متغیرایی توی مطالعات قبلی نباشه اما خودتون شک کردید، اون رو هم میخواید بررسی کنید. پس در واقع شما میایید بر حسب مطالعات قبلی، بر حسب دانش خودتون، بر حسب شناختی که خودتون دارید، آگاهی که دارید و یا به هر حال تحقیقات میدانی که در این زمینه انجام دادید، متغیرهای شخصی که میخواید بررسی کنید رو در نظر میگیرید. خب مثلا فرض بکنید مثلا شما توی این یک مطالعه دیسکریپتیو بوده که اومده در واقع متغیر سن رو از بعد شخص بررسی کرده. در خصوص چی؟ در خصوص اختلال افسردگی، دیپرشن. ببینید بحثی که بوده اینه که در واقع صحبتی که این مطالعه داشته این بوده که
اختلال افسردگی اساسی ممکنه در کودکی یا سالمندی شروع بشه، هرچند این به ندرت این چنینه و در 50% موارد سن شروع بیماری بین 20 تا 50 سالگیه. یعنی مطالعات نشون دادن که مطالعات مختلفی که انجام شده نشون داده که اکثر موارد اختلال افسردگی اساسی حدود 50%شون بین 20 تا 50 سالگی شروع میشن. حالا میگه مطالعات جدید اپیدمیولوژی اومده نشون داده که الان در حال حاضر در واقع این اختلاله در حال افزایش توی گروه سنی زیر 20 سال. خب پس در واقع بر اساس مطالعاتی که انجام شده، دیسکریپتیو استادیایی که انجام شده و تو بعد پرسن متغیر سن رو که اومده بررسی کرده، ما فهمیدیم که بله الان بروز این اختلال دیپرشن در گروه زیر 20 سال در حال افزایشه. نتیجه گیری که داشتیم، فرضیه که در واقع براش درست کردیم، گفتیم ممکنه این ناشی از افزایش مصرف الکل یا استرس تو این گروه سنی باشه. پس در واقع این مطالعه‌ای که من الان اینجا برای شما توضیح دادم یه مطالعه دیسکریپتیوی بود که فقط از یه بعد سن که بررسی کرده بود تونسته بود یه فرضیه رو هم مطرح بکنه و میتونه خیلی به شما کمک بکنه بچه‌ها در علت شناسی، در سبب شناختی بیماری ها. پس دیسکریپتیو استادی ها خیلی اهمیت دارن و خیلی مهم هستن. خب ببینید مثلا من یه نمونه مطالعه دیسکریپتیو براتون گذاشتم، ازتون خواهش میکنم که حتما برید اینو همین عنوان رو نگاه کنید، کووید 19 تو نیوزلند، که همونطور که می‌بینید قرمز هم کردم اینجا دیسکریپتیو اپیدمیولوژیکال استادی بوده. برید نگاه کنید ببینید کدوم یک از بعدهای مطالعه دیسکریپتیو رو این نگاه کرده، که البته من اینجا بعضی از بعدهای پرسن یا شخصش رو گذاشتم که مثلا بر حسب سکس یا همون جنسیت، بر حسب ایج گروپ، بر حسب اتنیک گروپ اینا اومده چیکار کرده، اینا رو بررسی کرده. مثلا توی مطالعه نشون داده که 56% این افرادی که کووید 19 گرفتن در واقع کسایی بودن که فیمیل بودن، خانم بودن، یا مثلا بیشترین گروه سنی که کووید 19 گرفتن در واقع کسایی بودن که تو رنج سنی 20 تا 34 سال بودن، بیشترین گروه رو در واقع داشته. خب تا اینجا ما فقط بعد پرسن رو گفتم و گفتم ممکنه شما در واقع یه مطالعه طراحی کنید که این مطالعه خودش به تنهایی یک مطالعه دیسکریپتیو باشه مثل این. اما همونطور که اول ویدیو هم گفتم چیزی که مهمه، نکته‌ای که مهمه و خیلی ها اینو نمیدونن اینه که دیسکریپتیو استادی میتونه خودش به تنهایی مطالعه باشه و ازتون خواهش میکنم اینو بهش توجه بکنید. غیر از این که خودش میتونه یه مطالعه باشه، بلکه خیلی وقتها پایه مطالعات دیگه هستش دوستان. یعنی شما یه وقتی هستش میری مطالعه دیگه طراحی میکنه، اصلا این دیسکریپتیو نیست، آنالیتیکال هستش، تحلیلیه، یا یه مطالعه اکسپریمنتال هستش، بیسش پایش دیسکریپتیوه. یه مطالعه کراس سکشناله که در واقع کراس سکشنال اصلا دیسکریپتیو نیست، تحلیلیه. خب بیسش دیسکریپتیوه، یعنی شما بخوای یا نخوای اولش یه قسمت اولش رو باید دیسکریپتیو بکنی. پس مهمه که دیسکریپتیو رو خوب یاد بگیری. نمونهشو براتون گذاشتم، یه مطالعه خودم بوده راجع به در واقع پیامدهای سلامتی ناشی از انفجار مین توی 4 دهه گذشته توی استان کردستان بوده. یه مطالعه کراس سکشنال بوده. این مطالعه درسته کراس سکشنال بوده و مطالعه رتروسپکتیو بوده، تحلیلی بوده، منتها یه بخشی از کار، پایه کار یه مطالعه در واقع چی بوده؟ دیسکریپتیو بوده و اینم نمونه آنالیز دیسکریپتیو هستش توی این مقاله که بازم میتونید برید مقاله رو پیدا کنید، بخونید، نگاش بکنید قسمت دیسکریپتیوش رو و ازش استفاده کنید یا الگو بگیرید برای اینکه در واقع تو کارهایی که انجام میدید قسمت دیسکریپتیوش رو چجوری بیاید توضیح بدید. پس خیلی وقتا تو مطالعات دیگه شما پایه کارتون دیسکریپتیوه و در واقع وقتی شما یه مطالعه رو دارید دیزاین میکنید، دیسکریپتیوش رو که ایگنور میکنید یا یک مقاله رو دارید مینویسید، دیسکریپتیوش رو ایگنور که بکنید، بخش مهمی از کار رو وقتی ایگنور بکنید، اون وقتی که پروپوزالتون، اون وقتی که مقاله‌تون چی میشه؟ ریجکت میشه. به همین دلیل مهمه که باهاش آشنا بشید. خب یه بعد دیگه از مطالعات دیسکریپتیو پلیسه. شما میتونید برید مطالعات دیسکریپتیوی رو دیزاین کنید که فقط بیاد در واقع
پلیس اون رویداد رو، مکان اون رویداد رو چیکار بکنه؟ توصیف بکنه. مثلا مکان رخداد بیماری ها رو بر حسب مرزهای طبیعی، بر حسب مرزهای سیاسی بیاید مثلا چیکار کنید؟ دیسکرایب کنید. یا نه بیاید مثلا اختلافای بین المللی رو از لحاظ جغرافیایی، مثلا وضعیت بیماری ها رو تو قاره ها بیاید چیکار بکنید؟ با هم قیاس بکنید، فقط توصیف مکانی بکنید. یا مثلا شهر و روستا رو مثلا توی استان خودتون یا توی کشورتون اختلاف مثلا بیماری ها رو، اختلاف وضعیت سلامت رو، اختلاف دسترسی به خدمات سلامت رو بیاید با هم چیکار کنید؟ دیسکرایب کنید. ببینید اینا خیلی مطالعات مهمیه. یا بیاید اصلا یه مطالعه دیزاین کنید راجع به وضعیت مهاجرت و بعد از لحاظ مکانی اینا رو چیکار بکنید؟ دیسکرایب بکنید. یا عوامل محیطی که در واقع فکر میکنید روی یک بیماری خاصی یا روی یک حادثه خاصی تأثیر داره، یا فرض بکنید جغرافیای خاصی روی فرض یه بیماری تأثیر داره، میتونید همه اینا رو از لحاظ مکانی توصیف بکنید. خواهشی که ازتون دارم الان ایده بگیرید از این توضیحاتی که بهتون میدم، برید برای خودتون عنوان درست بکنید. بگید من مثلا میتونم وضعیت فلان بیماری رو دارم تو استان خودم بین مثلا نیمه شرقی استان رو با نیمه غربی استان مقایسه کنم، یا شمالی رو با جنوبی، نیمه شمالی استان رو با جنوبی، یا در 4 جهت جغرافیایی مقایسه کنم، یا اصلا یه مطالعه کشوری دیزاین بکنم، یا شهرها و روستاها رو مقایسه بکنم، یا حتی توی یک شهرتون رو زوم بندی کنید و بیاید براش مطالعه مکانی در واقع دیزاین کنید. این نمونهشه که میبینید. پس اینا خودش میتونه به تنهایی مطالعه بشه و خیلی هم مهمه و خیلی هم در واقع میتونه فرضیه ساز باشه، کمک کننده باشه. جدا از اون مثل در واقع دیسکریپتیو استادیای مربوط به پرسن که گفتم میتونه بخشی از مطالعه بزرگتر، مطالعه دیگه هم باشه. خب الان اینجا یه مطالعه رو میبینید، بررسی اپیدمیولوژیک و مدل سازی مکانی بیماری لیشمانیای جلدی یا همون سالک، که اومده در واقع با استفاده از GIS از سال 90 تا 94 بیماری سالک رو از لحاظ مکانی مدلینگ کرده و در واقع اومده مثلا دارم میگم گفته که ببخشید اینجا درصدای من یک جابجا شدن، برعکس شدن. مثلا گفته که 76 و 63.7% کسایی که مبتلا به سالک بودن تو مناطق شهری بودن، خدمتتون عرض بکنم 36.3% هم توی مناطق روستایی بودن. پس از لحاظ شهری روستایی بررسی کرده. بعد حالا پرسنش هم گذاشته که حالا این قسمت رو کار نداریم. بعد اومده بررسی کرده، گفته بیشترین بروز بیماری تو کنگان بوده، کمترین بروزش مثلا توی تنگستان بوده. و بعد با GIS بررسی کرده و گفته شهرستان جمع بر اساس این در واقع مدلینگی که من با GIS کردم کانون بیماری بوده. پس این یه مطالعه دیسکریپتیوه که بر حسب پلیس بوده و خیلی هم مهم هستش، خیلی هم فرضیه سازه، به برنامه‌ریزا، به مدیرا، به سیاستمدارا، به همه کمک میکنه. یه وقتی شما ممکنه دیسکریپتیو استادی بر حسب پلیس انجام بدید، ولی نه به عنوان یه مطالعه تنها، بلکه ممکنه یه زیر مجموعه مطالعه دیگه باشه، مثل این مطالعه که من انجام دادم و در واقع توی یکی از بهترین ژورنال‌ها اینترنشنال ژورنال آف دیزاستر ریسک ریداکشن در واقع این پابلیش شده. همونطور که می‌بینید یه مطالعه بوده راجع به بحث مرگ و علت مرگ‌های ناشی از سیل تو ایران از سال 2005 تا 2018 که من یه سکشنی از کارم رو در واقع دیسکریپتیو استادی گذاشتم. دیسکریپتیو استادی من توی مطالعه در واقع بر حسب مکان و زمان بوده. حالا زمانش رو تو ادامه ویدیو براتون میگم. این قسمت، این مپی که اینجا در واقع دارید میبینید، دیسکریپتیو استادی بر حسب مکان. این نقشه سیلای ایرانی که توش مرگ اتفاق افتاده. من در واقع اومدم اون اطلاعات مکانی رخداد مرگ ناشی از سیل رو گرفتم، تبدیلش کردم به یه مپ و به عنوان پایه کارم توی مطالعه‌ام گذاشتم. درسته این مطالعه اصلا مطالعه دیسکریپتیو نیست، مطالعه کیس کنترل، اما پایش این دیسکریپتیو هستش. پایش اینه، تا اینو نگم خوب جا نمیفته، خوب کیس کنترله در واقع توجیه پیدا نمیکنه.
پس خیلی وقتا همونطور که عرض کردم دیسکریپتیو استادیا پایه هستن، مهمن، باید یاد بگیرید و با ابعادش آشنا بشید. وقتی یه مطالعه دیزاین میکنید باید حواستون باشه آیا من دارم مطالعه دیسکریپتیو دیزاین میکنم یا نه دارم یه مطالعه کیس کنترل دیزاین میکنم. خب اگه من دیسکریپتیو صرفا چه بعدایشو میخوام در واقع بررسی بکنم؟ مثلا اگه مکان هستش کجاها رو میخوام مقایسه بکنم؟ اگه نه این پایه مطالعه هستش مثل اینجا مطالعه کیس کنترل، من قسمت دیسکریپتیوش به کدوم بعدهای دیسکریپتیو نیاز دارم؟ به بعد مکان نیاز دارم، شخص یا زمان؟ خب تو بعد مکان چه قسمتایی برام اهمیت داره؟ یعنی همه اینا رو شما توی اون دیزاینینگ مطالعه‌تون، تو اون در واقع طراحی مطالعه‌تون بایستی مد نظر داشته باشید. خب بریم اسلاید بعدی. این که در واقع بعد دیگه دیسکریپتیو استادیا ممکنه زمان باشه. زمان رو هم باز به شکل‌های مختلف بچه‌ها میتونید، دوستان محققین گرامی، میتونید دیزاین کنید. ممکنه بر حسب نوسانات کوتاه مدت یک دیسکریپتیو استادی انجام بدید، ممکنه بر حسب نوسانات دراز مدت یا بر حسب نوسانات دوره‌ای. مثلا اینجا شما دارید در واقع یک دیسکریپتیو استادی میبینید برای بیماری سارس که اومده در واقع 16 نوامبر 2002 در واقع بر حسب حالا دوره‌های کوتاه، نوسانات دوره‌ای اومده این رو تا 3 می 2003 یه مطالعه انجام داده. خیلی هم در واقع جالب هستش و نتیجهش ممکنه مورد توجه زیاد قرار بگیره. شما میدونید که تو بحران کووید این خیلی اهمیت پیدا کرد و شما میتونستید تو اون دوران یا حتی همین الان هم میتونید برگردید برید دیسکریپتیو استادی های رو برای کووید بر حسب تایم به این شکل خودتون دیزاین کنید و خودتون هم در نظر بگیرید نوساناتتون رو چند وقت به چند وقت، یعنی این تصمیمش رو خودتون یا با کمک به هر حال یک اپیدمیولوژیست میتونید تصمیم بگیرید و برید این مطالعه رو دیزاین کنید و انجام بدید و از دیتاهایی که وجود داره استفاده کنید. مثل بعدهای دیگه، مثل بعد شخص و در واقع مکان، اینم میتونه بخشی از این مطالعه دیگه باشه. یعنی نه تنها خودش میتونه مطالعه باشه بلکه ممکنه پایه باشه. همونطور که توی اسلاید قبلی و در واقع قسمت قبلی ویدیو براتون توضیح دادم، توی این مطالعه من که گفتم توی اون ژورنال دیزاستر ریسک ریداکشن چاپ شده و یه مطالعه کیس کنترل بوده، من هم علاوه بر بعد پلیس بعد زمان رو هم استفاده کرده بودم به عنوان پایه کار و نمودار خیلی خوشگلی براش کشیدم. مثلا اینجا اومدم مرگای ناشی از سیل رو بر حسب نوسانات هم مثلا توی یه قسمتی از کار سال در نظر گرفتم، توی یه قسمتی فصل در نظر گرفتم. پس در واقع این رو خودم تعیین کردم. یه در واقع مدل دیگهش بر حسب ماه در نظر گرفتم. شما خودتون به عنوان فرد محقق و پژوهشگر کم کم به جایی میرسید که خودتون متوجه هستید که چی نیاز دارید تا خوب کارتون رو بتونید پرزنت کنید و از قبل پیش بینی کنید که بهتره اینا رو، این آنالیزا رو داشته باشم. وقتی شما اینا رو بهش فکر میکنید در واقع همه اینا به شما ویو میده، به شما دید میده که وقتی دارید یک مطالعه دیسکریپتیو دیزاین میکنید یا نه یه مطالعه دیگه دیزاین میکنید که یه بخشش دیسکریپتیوه، احتمالاً چه متغیرایی رو نیاز دارید. ببینید مطالعات توصیفی اگرچه پایه‌ای هستن اما واقعیتش اینه که خیلی وقتا ما بهش توجه نمی‌کنیم. ما از همین مطالعات میتونیم برای علت شناسی و سبب شناسی بیماری‌ها استفاده کنیم، میتونیم برای تشخیص بیماری‌ها ازش کمک بگیریم، برای برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات. مثلا شما وقتی بر حسب مکان پلیس می‌بینید که بروز بیماری توی منطقه خیلی بیشتر هستش یا وضعیت سلامت مردم توی منطقه خیلی مشکل داره، خب بایستی برای اونجا پلنینگ کنید، برنامه بریزید که به اونا بیشتر ارائه خدمت بکنید. شاخص‌های بهداشتی مخصوصا میزانهای شیوع رو با استفاده از همین مطالعات دیسکریپتیو یا در واقع خیلی وقتا حتی بروزها رو هم ما میتونیم با همین دیسکریپتیو ها کار کنیم به دست بیاریم. خدمتتون عرض بکنم وضعیت بهداشتی بین دو جامعه رو میتونید یا دو تا مکان رو یا دو تا فاصله زمانی رو میتونید با استفاده از همین دیسکریپتیو استادی ها یا حتی چند تا جامعه، چند تا مکان، چند فاصله زمانی رو میتونید با دیسکریپتیو استادی ها چیکار کنید؟ مقایسه بکنید. بهتون کمک میکنه که نظارت بکنید، ارزشیابی بکنید و وضعیت ارائه خدمات بهداشتی درمانی رو مدیریت بکنید. و در نهایت به مطالعات تحلیلی که
که برای تشخیص و به مطالعات تحلیلی خیلی کمک میکنه و به شما در واقع شما رو گاید میکنه که اگه میخواید مطالعه تحلیلی انجام بدید قبلش برید دیسکریپتیو بکنید. یعنی در تعیین و تشخیص مشکلاتی که بایستی بعداً با مطالعات تحلیلی بررسی بشن خیلی به شما کمک میکنن. شما وقتی میخواید یک کاری انجام بدید، مطالعه تحلیلی انجام بدید، درستش اینه که برید مطالعات دیسکریپتیو قبلش رو بخونید و اگه مطالعه دیسکریپتیوی در این زمینه وجود نداره، درستش اینه که اولش برید چیکار کنید؟ دیسکریپتیو کنید. اینه که گفتم پایه خیلی از مطالعات دیگه دیسکریپتیوه و شما باید دیسکریپتیو بدانید و اگر بلد نباشید به مشکل برخواهید خورد. خیلی ممنون هستم از اینکه توجه کردید ویدیو رو. خواهشی که ازتون دارم اینه که برید تمرین کنید، برید برای خودتون عناوین در واقع مطالعات دیسکریپتیو بنویسید، صرفا دیسکریپتیو، بر حسب بعدهای مختلف، بر حسب شخص، مکان و زمان، و یا اینکه نه مطالعات دیگه‌ای که دوست دارید انجام بدید، برید عنوان اون مطالعه رو برای خودتون بنویسید، شروع کنید به عنوان نویسی و بگید احتمالاً برای این عنوان کدوم یک از ابعاد مطالعه دیسکریپتیو رو هم بایستی انجام بدید، تمرین کنید و اگه سوالی داشتید حتما با من در میان بگذارید، به صورت کامنت تلاش خواهم کرد جواب بدم. خواهشی که ازتون دارم اینه که ویدیو رو و کلا کانال رو، چنل رو سابسکرایب، لایک و شیر بکنید و به دوستانی که در واقع فکر میکنید ممکنه براشون مفید واقع بشه حتما معرفی کنید. خیلی ممنون از توجه شما. خدا نگهدار.